با قرار دادگاه رهبران شرکت امید 88 تا ماه فوریه سال آینده در حبس میمونند. قرار تمدید حبس پیشکی رجب علی اودینایف و ایدیبک ابراهیم فصوی دادگاه نوی فردوسی شهر دوشنبه صادر شده است، اما وکیلان دفاع میگویند با قرار دادگاه راضی نیستند و از بالای آن شکایت خواهند برد. خسرو ایوبی وکیل دفاعی رجب علی اودینایف روز 18 دکبر در صحبت با رادیو زود گفت تفتیش قضیه شرکت امید 88 و رهبرانش ادامه دارد. به قول وکیل دفاع سنجش شرکت نیز از سوی مقامات تفتیشاتی در حال انجام یافتن است. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیشات میگوید تفتیش قضیه شرکت امید 88 به مرحله آخر نزدیک شده. در ماه ینور به دادستانی و بعداً به دادگاه ارسال خواهد شد. منبع گفت جریان برگرداندن قرض روغن از حساب اموال شرکت امید 88 تنها بعد قرار دادگاه انجام خواهد شد و اموال شرکت فعلا در حبس میپوشند. فعالیت شرکت امید 88 هم در پی بازداشت رهبرانش پوره قطع شد. نزدیکان رجب علی اودینایف رئیس بازداشت شده شرکت گفتند که مقامات خرید و فروش مالکیت امید 88 را ممنوع کردند و آنها سعی دارند پول جمع آورده قرض دولت را برگردانند. قضیه شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش بیشتر از 2 ماه است که ادامه دارد. بازداشت رهبران شرکت امید 88 یکی از 3 شرکت بزرگ تامین کننده مواد سوخت در تاجیکستان بعد آن صورت گرفت که روز 14 اکتبر امسال رئیس جمهور امام رحمان وزارت مالیه را تنقید کرد که به امید 88 170 میلیون سوم قرض داده این مبلغ را برگردانده نتوانست. بعد این رجب علی اودینایف را دستگیر کردند و او با تصرف پول و مال غیر قانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم دانسته می شود.